سعیده میرزیویوا دختر رئیس جمهوری ازبکستان شوکت میرزیویف و همزمان رئیس دستگاه اجرایی پرزیدنت در یک گرمخانه در ناحیه کبرای تاشکند سنجش گذرانده است. منصبداران ازبک در اول جلسه کمیسیون زیست محیطی را برگزار کرده در پایان آن به تفتیش کارگاه‌های رو آوردند که به وضع اکولوژی ضرر می‌رسانند. معلوم شده است که تنها در یک گرمخانه تفتیش شده هر روز 150 کیلو انگشت می‌سوزانند. دختر پرزیدنت ازبکستان ابراز داشته است که نباید محیط زیست قربانی فایده مالی گردد و همزمان دستور داده است که در دوام یک روز در این کارگاه فیلتر یا دستگاه پاکسازی هوا گذاشته شود. و در صحبت با مدیر گرمخانه تاکید کرده است که مشکل‌های زیست محیطی باید همزمان با کمک صاحبکاران حل شوند تا آنها نیز فعالیت خود را در چارچوب قانون و بدون خطر به محیط زیست ادامه دهند. میرزیویوا از کارمندانش طلب کرده است که برای صاحبکاران دوره آموزشی و معرکه‌های خرید و فروش تجهیزات زیست محیطی برگزار کنند. شما بیزنس میکنید، ما پیامد آن را نفس میکشیم. من آمدم که این مسئله را با شما بحث کنم. باید به یک خلاصه برسیم و این کار خاتمه یابد. سلامتی مردم و فرزندانمان مهم است. تیر ماه امسال هوای تاشکند چند دفعه در میان شهرهای آلوده ترین جهان جایگیر شد. وضعیت در منطقه‌های دیگری ازبکستان هم نگران کننده بوده است. در ولایت فرغانه فعالان جامعه شهروندی از مقامات کمک خواسته درباره هوای آلوده آهنگ و ترانه تهیه کردند. پس از آن با فرمان رئیس جمهوری ازبکستان شوکت میرزیویف کمیسیون مخصوص زیست محیطی تشکیل شد. این نهاد هر روز عملیات یا رید می‌گذراند. حکومت ازبکستان وعده داده است که گردش آب را در جویبارها برقرار می‌کند و کوچه‌های شهرها شسته می‌شوند و برای مبارزه با گرد و غبار ماه نوامبر در تاشکند فواره‌ها فعال بودند. اکنون وارد کردن تجهیزات پاکسازی هوا از باج گمرکی آزاد شده در مؤسسه‌های استحصالی و گرمخانه‌ها امکان استفاده نوع‌های الترناتیوی سوزشواری سنجیده می‌شود.